330,000 کسب و کار به دلیل فیلترینگ، عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده و دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان. خانم ها آقایون سلام، من مریم میرانشاهی هستم و اینجا برنامه اقتصاد بازه و قراره با هم مهمترین خبرهای هفته رو مرور کنیم. حجت الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست با وزیر ارتباطات گفته 330,000 کسب و کار در اثر فیلترینگ از بین رفته و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی وابسته به اینترنته. خبر بعدی هم این که مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده شروع میشه و وکالتی کردن حسابهای بانکی اشخاص برای ثبت نام خودروهای وارداتی هم از چهارشنبه یعنی همین دیروز انجام میشه. از طرفی هم عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران با خالد فالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در ریاض درباره فرصت‌های فراوری توسعه و روابط سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی و دستیابی به منابع مشترک بین دو کشور دیدار و گفتگو کردند. جالبه بدونید که عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی شده که اصل 44 باید یه بار دیگه اجرا بشه و تمام شرکت‌های واگذار شده به خصولتی‌ها از طریق بورس به مردم برسه. اما بشنوید از سخنگوی صنعت برق که گفته مخازن تأمین سوخت نیروگاه‌ها 3% بیشتر و منجر به رفع خاموشی‌های خانگی شد. و خبر دیگه این که دولت طرح واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر رو به اجرا گذاشته و فاز دوم اون توی بهمن ماه آغاز میشه. بشنویم از آخرین قیمت‌های محصولات ایران خودرو. دنا پلاس 6 سرعت 885 میلیون تومان، پژو پارس 761 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک پانوراما 1 میلیارد و 23 میلیون تومان و سورن پلاس بدون رینگ هم 800 میلیون تومان. و اگه دوست دارید بدونید امروز قیمت طلا و ارز چقدره ما بهتون میگیم. قیمت سکه 51 میلیون و 470 هزار تومان، طلا گرمی 4 میلیون و 500 هزار تومان و دلار هم 69,960 تومان و یورو هم 73,680 تومان. مرسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. هر پنجشنبه با اقتصاد باز مهمون خونه های شما هستیم.